دوستان سلام. عظما واسه گرم کردن تنور انتخابات دست به دامن هنر هفتم شده و یکی هم گذاشته روش و 8 تا فیلم خالیبندی واسه آب کردن کاندیداهای بنجلش درست کرده. وای دادم وای. مستندها رو نامزدها خودشون درست میکنن و تلویزیون فقط پخش میکنه، پس معمولا نیمه پر لیوان دیده میشه، اما به هر حال به دیدنش میارزه و جذابه. پناه به خدا، نصفه پر لیوان؟ بشنو و باور نکن، ما که تو این توتلهای عظما نصفه پر ندیدیم، ولی بریم با هم یه موشکافی کنیم تا داستان مستند بشه. اول بریم سراغ مباشر عظما که برای خودش دود و دمی داره و یه ضرب زده تو سینما و گیشه رو ترکونده. وای. در داخل مملکت ما همونطور که میفرمایید تعداد پزشک خیلی کمه و برای مقابله با این کم بود البته یه راه‌های کوتاه مدت ما اختیار کردیم و یک راه‌های بلند مدت. عجب سابقه مبارزاتی، از نصفه لیوانم سرریز کرده. با همین دکتر شدنش 600 تا نظام دیکتاتوری رو هم به زانو در آورده. پس چرا دیگه آبغوره میگیری؟ آها، داستان قدنامه و حمله مجاهدینه. همون که سیگارو با فیلترش کشیدی. خون دلها خوردگیم، خون دلها خوردگیم. فیلم بعدی خیلی باحاله، یک ادیت تماتیک از راحل و جلیلی و راستش کارگردانی که اینو برای جلیلی درست کرده باید جایزه افکت های ویژه رو یه ضرب بزنه تو رک. خب حالا بریم سکانس بعدی و خط مذاکرات. و اینم دستاورد مذاکرات. سوغاتی واسه عظما. سکانس بعدی شاهکار کارگردان موجی نظامه که البته خیلی مستند شده. میگن شما تیم ندارین و بالاخره یه آدم باید یه تیم داشته باشه، با تیمش بیاد دولت رو دستش بگیره و بتونه حالا برنامه‌ای که تو ذهنش پیاده کنه. باید یک تعریف بشه بین تیم و باند. معمولا ما باند رو تعبیر میکنیم به تیم. یه حرف راست از سوگلی موج گرفته عظماست. بریم سراغ باند بعدی. حسن روحانی در سال 1327 به دنیا آمد. 12 ساله بود که تحصیل علوم دینی را شروع کرد. در سال 1347 دیپلم گرفت. دکتر روحانی در ادامه این مسیر به انگلستان رفت و دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای خود را در دانشگاه کالدونیان گلاسکو به سرانجام رساند. آخه حیوانی شیخ فریدون ماشین اشتباه سوار شده و نامردا بردنش انگلستان، وگرنه خودش میخواست با طاغوت دست و پنجه نرم کنه. بریم سراغ انیمیشن بعدی عظما، بوگیر ولایت تو مجمع تشخیص که عظما گاه و بیگاه استفادهش میکنه. سبزعلی پاسدارم که تو هر فیلم و دوربینی افه دکتری میاد و مثل سگیه که از دنبش در میره دنبال کار کارشناسی میدونه. اگه سبزعلی تونست دکتر نمایی کنه
عظما هم میتونه انتخابات راه بندازه، ولی مستند اصلی تو خیابونا در حال ساخته. اسمش اینه، روی فیس عظما، که همین روزا اکران میشه. چراغ برق واسشون از همه چیز قشنگتره. چرخ ولایت پنجره، چرخ ولایت پنجره. به خاطر کشتن ما جلاد و نازش میکنن، سنگ سیاه حقه رو مهر نمازش میکنن. صبر جوون و سر اومد این بک بازش میکنن. همین روزا عثمان رو تو میدون درازش میکنن. تیر میان، بشن میان، شیر میان، پلنگ میان. پاسخ ما به این نظام تیر و تفنگ و خنجره. چرخ ولایت پنجره، چرخ ولایت پنجره.